نیروهای اسرائیلی بخش‌هایی از بیروت پایتخت لبنان را به شدت بمباران کردند. انفجارهای متعدد ناشی از حملات هوایی اسرائیل ناوقت روز پنجشنبه 3 اکتبر حومه‌های شهر بیروت پایتخت لبنان را تکان داد. خبرگزاری ملی لبنان NNA بیش از 10 حمله متوالی را گزارش داده و آن را یکی از قوی‌ترین حملات اسرائیل بر حومه‌های جنوبی بیروت از آغاز جنگ اسرائیل علیه لبنان خوانده است. در این جلسه این در حالی است که ایالات متحده آمریکا گفته که در مورد حملات بر تأسیسات نفتی ایران به حیث انتقام در برابر حملات راکتی تهران بر اسرائیل بحث می‌کند. ایران روز سه شنبه این هفته بیش از 180 راکت بالستیک را بر اسرائیل فیر کرد. گروه G7 7 کشور بزرگ صنعتی جهان این حمله راکتی ایران بر اسرائیل را نیکوهش کرده است. حمله اسرائیل بر لبنان که در اوایل این هفته آغاز شد، ترس از یک درگیری گسترده تر در شرق میانه را برانگیخته.